سلام من ریحانه هستم و به چنل من خوش اومدید. بچه اومدم با ویدیو کال هایی که جیمین با بنده های برگزیده خدا گرفته و میخوام واسهتون خلاصش رو بگم. صحبت های جیمین با اولین بنده برگزیده خدا رو ببینیم. آرمی میگه که امروز اجراتو دیدم، به تبریک میگم. جیمین میگه هم پس تماشاش کردی، چطور بود؟ آرمی میگه خیلی خوشگل و سکسی بودی. جیمین میگه چند سالته؟ آرمی میگه که کلاس 11 ام. جیمین میگه پس نباید لایک رزیو ببینی، فقط ست می فری مجازه. آرمی میگه خب خیلی قشنگه، چطور میتونم نبینم؟ و جیمین میگه 2 سالیه که بزرگتر شدی ببین. بعد همون آرمی کلاس 11 وقتی که ویدیو کال داشته تمام شده به جیمین گفته که چالش ساریام کیوتو بره و جیمین هم گفته حتما ضبطش میکنه. بعدی بچه‌ها بعد بخونید. My name is Jimin. Are you lying? Because Park Jimin is my boyfriend name. Your boyfriend. Your boyfriend name is Jimin. Jimin, yeah. 그럼 뭐해 지금 이거 할 시간에 지금 공부해야지 지금 뭐 하는 거야? 그래 한번 해보자. 팡이랑 큐엔이 나도 준비 한번 해볼게. 고마워요. Are you ready for challenge? I'm ready. 오, 귀여워. Thank you. 어. See you next time. 아이고 아 진짜로? 아 대박이다. 나 기억하고 있잖아. 예. 장호 잉시창. 예, 수고하셨습니다. بچه‌ها خیلی ممنونم که هستید که من این مومنت های جنجالی رو باتون شیر بکنم و نه ترکم تنهایی. و حتما بچه‌ها لایک و سابسکرایب بکنید که خیلی حمایت میشم. و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.